آنگاه دیدم که تخت‌نشین طوماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با 7 مهر مهرموم شده بود. و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند می‌گفت: کی شایسته است که طومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین یا زیر زمین قادر نبود که طومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. من زار می‌درستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد طومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. آنگاه یکی از پیران به من گفت: گریه نکن. آن شیری که از طایفه یهودا و نهالی که از نسل داوود است پیروز شده و او حق به گشودن طومار و برداشتن 7 مهر آن را دارد. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای 7 شاخ و 7 چشم، 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شده. بره جلو آمد و طومار را از دست راست تخت‌نشین گرفت. همین که او آن را گرفت، آن 4 حیوان و 24 پیر پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جام‌های زرین پر از بخور که نشانه گیاهای مقدسی است. آنها سوی تازه‌ای می‌سراییدند: تو شایسته‌ای که طومار را بگیری و مهرهایش را بگشایی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی. تو آنان را به سلطنت رساندی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمانروایی خواهند کرد. آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بیشماری که صدها هزار و هزاران هزار بودند شنیدم. آنها در اطراف آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند و با صدای بلند فریاد می‌زدند: بره قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی، حرمت و جلال و تمجید بیابد. آنگاه می‌شنیدند که همه موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و دریا و هر چه در آنهاست فریاد می‌کردند: ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می‌نشیند و تا به ابد از آن بره. آن 4 حیوان گفتند آمین و پیران سجده نموده و او را پرستش کردند. E nos tens feito para o nosso Deus, reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao derredor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, milhares e milhares. E diziam em alta voz: digno é o Cordeiro de Deus que foi morto de receber a virtude e a divindade e a sabedoria e a fortaleza e a honra e a glória e a bênção. E a todas as criaturas que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, e as que há no mar, e quanto há ali, ouvi dizer a todas: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus, bênção e honra e glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 animais respondiam: Amém. E os 24 anciãos se prostraram sobre o seu rosto e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos.